سلام به کانال ساناز اینستایی خوش اومدید. خب هر حالا شده توی جمعی باشین، تو کافه‌ای، تو حالا دانشگاه کم پیش میاد، تو حالا مهمونی چیزی با یه دختر اینجوری آشنا میشید و با اینکه از دختر خوشتون نیومده یه مدت باش هستن، غافل از اینکه یهو عاشقش میشید، همون دختری که به دلتون نشسته و در چشم شما زیبا به نظر نمیاد، یا اینکه اصلا توی جمع اکیپ دوستاتون با یه دختری تو گروه هستش آشنا میشید ولی باش دوست نمیشید. انقدر این دختر میاد غیر مستقیم دلبری میکنه که بالاخره یهو فکر و ذهن شما رو درگیر خودش میکنه و بعدش دیگه محلتون نمیده. این مثال رو میام راجع به خودم میزنم ولی مثالیه که برای تمام دخترها صدق میکنه. ببینید، من اگر توی جمعی باشم، حالا توی سر کار باشم، دانشگاه باشم، اکیپ دوستامون باشه، اگر پسری به من توجه نکنه، به دو دختری دیگه خوبه، با منم خوبه ها، و وقتی که من حس شما متوجه بشه که آره این پسر از من خوشش اونقدر نمیاد، خیلی معمولیه، چیکار میکنم؟ شروع میکنم به این دلبری کردن غیر مستقیم. باید از من خوشت بیاد، باید به من توجه بکنی. درسته شاید من به تو حسی نداشته باشم، شاید اصلا از تو خوشم نیاد، ولی منو کنجکاو کردی، با اینکه از تو خوشم نمیاد چرا به من توجه نمیکنی؟ تو باید از من خوشت بیاد. وای شما نمیدونید پسری که همیشه درگیر کار و بیزینس خودشه و سرش به کار خودشه و مردونه رفتار میکنه چقدر واسه دخترها جذابه و تمام تلاششون رو میکنن که اون پسر رو به دست بیارن و یه جورایی غیر مستقیم یه کاری بکنن که پسر بهشون حس پیدا بکنه. چرا؟ چون محلش ندادی. دخترها ذاتاً دنبال توجه هستن، حتی از پسری که اصلاً از پسر خوششون نمیاد. حالا چیکار میکنم؟ مثلا من میدونم تو این جمع هستی، تو همون پسر که به من محل نمیدی، پسرای دیگه هم هستن، پس من بیشتر به خودم میرسم، توی جمع با همه صحبت میکنم، میگم خوبم، به پسر کمتر محل میدم، میخوام پسر رو کنجکاوش کنم. پسر تو ذهنش بگه من که اصلا رو دختر حسی ندارم، چون به من بی‌توجهی میکنه، چون این کارا رو میکنه، میخوام کنجکاو کنم ذهن پسر رو، دارم باش بازی روانی ایجاد میکنم. پس بنابراین با پسرای دیگه، دخترای دیگه میگم، میخندم، یکم از زندگی شخصیم تو صحبتا میگم که پسره از من اطلاعات بیشتری به دست بیاره و گاهی وقتا با پسره خیلی خوب برخورد میکنم، یهو باهاش باز دوباره بی‌محلی میکنم. الان چرا باید برقا بره وسط ویدیو؟ بچه‌ها برقا رفته و من میخوام حتما ویدیو رو بگیرم و این نکته از ذهن من نپره. مثلا من دوربین رو یه جایی بذارم و شروع کنیم ادامه بدیم ویدیو رو. داشتم میگفتم یه روز دارم مثلا از اون محیطی که اون پسرم هست رد میشم، خودم رو درگیر دوستم میکنم، دارم باهاش صحبت میکنم، اصلا انگار پسره رو ندیدم، میگم میخندم با دوستم، میخوام کنجکاوی پسره رو به دست بیارم. خب کم کم یه سری اطلاعات از زندگی خودم، از اینکه چه تایمی هستم میرم سر کار، دانشگاه، اینا اطلاعات از خودم میدم به پسره. نمیام مستقیم با پسر صحبت بکنم، هیچ صحبتی با پسر مستقیم ندارم، ولی این اطلاعات رو همونجوری که دارم بلند با دوستام یا همکارام یا بقیه صحبت میکنم، این اطلاعات رو دارم به گوش اون پسره میرسونم. یعنی زندگی من این شکلیه، اینطوریه و دارم کم کم پسره رو نسبت به خودم کنجکاو میکنم، توجهش رو میکشم سمت خودم. اینجوری میشه که حالا هر روزم دارم پسره رو میبینم. این اتفاق بیشتر برای کسایی میفته که اون دختر با پسره هر روز دارن همو میبینن، یا در هفته مثلا 2-3 بار همو میبینن، بالاخره ملاقاتی با هم دارن حضوری. اونایی که توی فضای مجازی هستن خیلی کم اتفاق میفته اینجوری، اصلا اتفاق نمیفته. شاید مثلا یه مشاوره دیگه داشتم که میگم من جایی که کار میکردم یه دختری از کنار مغازم رد میشد و من اصلا به این دختر توجه نمیکردم. انقدر اون دختر هر روز رد میشد از مغازه من، به من نگاه میکرد، یه روز میخندید تو چشمام نگاه میکرد، همینجوری رد میشد، یه روز به خودش میرسید، یه روز با دوستاش توجه میکرد، صحبت میکرد، قشقش میخندیدن و اینا، انگار اصلا منو ندیده. یه روز مثلا خیلی معمولی رد میشد و انقدر توجه کرد، انقدر یه جورایی هی به من چراغ سبز نشون داد که من کنجکاو اون دختر شدم، با اینکه ازش خوشم نمیومد. همینجوری گفتم برم شماره بدم و بعد وقتی رفتم جلو جواب نه ازش شنیدم. چرا؟ چون اون دختر دیده این پسر چه موقعیت خوبی داره، مغازه ما رو خودشه، مثال دارم اون مثاله رو میزنم، خب ظاهر و اینا هم خوبه، چرا به من توجه نمیکنه؟ من از پسر خوشم نمیاد ولی باید به من توجه بکنه. میام جذبش میکنم پسر رو به خودم، همین، فقط دنبال توجهم. و بعد وقتی که پسر بیاد جلو و بیاد سر صحبت رو با من باز بکنه که یه جورایی بتونه با من آشنا بشه یا بیشتر از من بدونه، اوکیه، بازم باهاش خوب برخورد میکنم. ولی جایی که حس کنم که دیگه میخواد با من وارد رابطه بشه و جذبش کردم، میکشم عقب و بعد اونجا میگم که نه، من تمایلی ندارم آشنا بشم.
چرا تمایلی ندارم؟ چون از تو خوشم نیومده، فقط به خاطر اینکه بهم توجه نکردی خواستم ثابت کنم به خودم که میتونم تو رو جذب کنم و دنبال توجه بودم. حالا که توجه رو به دست آوردم و عاشقت کردم، نیازی نداره دیگه ادامه بدم به این کار. حالا بیاد بی‌محلی میکنم چون از تو خوشم نیومده. اگر دختری بوده تو زندگیتون که اصلا ازش خوشتون نمی اومده و این دختر با این دلبری‌های غیر مستقیمی که بهتون گفتم که هیچ کدومش جادو نیست، این بازی دختراست، کاری کرده که شما جذبش بشین و وقتی رفتین جلو به دختری پیشنهاد دادین جواب نشنیدین، این رو از من دختر بپذیرید که اون دختر از شما خوشش نمی اومده و فقط خواسته به خودش اثبات کنه که من میتونم این پسره رو که دخترای دیگه نمیتونم به دستش بیارم و هیچ دختری رو محل نمیده به دستش بیارم و توجهش رو به خودم جذب کنم. حالت بعدیش رو هم بهتون بگم، این دو حالت داره بچه‌ها. حالت بعدیش اینجوریه که من واقعا از پسر خوشم میاد، واقعا پسر کراشم، ولی پسر از من خوشش نمیاد. یعنی من حس میکنم که حسی به من نداره. چیکار کنم؟ نمیتونم که برم جلو من دختر مستقیم بهش بگم که من از تو خوشم اومده بیا با هم وارد رابطه بشیم. بس مجبورم اینجا هم غیر مستقیم دلبری ریز رو بکنم. نفسم گرفته. از حالت دوم اینجوریه که من روی پسر کراشم ولی پسر از من خوشش زیاد نمیاد یا درگیر یک رابطه دیگه هستش. من میدونم پسر پارتنر داره، دوست دختر داره و تو رابطه هستش ولی من از پسر خوشم میاد و پسر اصلا به من توجه نمیکنه. شروع میکنم به دلبری غیر مستقیم تا پسر رو بیام جذب خودم کنم. همین کارهایی که براتون توضیح دادم رو با اون پسر هم انجام میدن تا اینکه بالاخره پسر جذبش بشه. حالا پسر وقتی بیاد جلو پیشنهادو بده که مثلا بالاخره دیگه جذب دختره شده و خیلی‌ها دخترها با این بازی روانی کاری میکنن که پسر با اون دختری که دوست دخترش بوده تو رابطه است سرد بشه به نسبت به دوست دختره و توجه رو بیارن سمت خودشون و یه کاری کنن که من رو ببینه. وقتی تو داری هر روز من رو میبینی پس میدونم شانسش رو دارم توجه توی پسر رو به خودم جذب کنم، با اینکه توی پسر توی رابطه هستی دوست دختر داری ولی دوست دختر تو که هر روز نمیبینی منو داری هر روز میبینی، پس شانس من بیشتره و من امید دارم و میتونم تو رو جذب خودم کنم، توجه تو به خودم جذب کنم. و بالاخره وقتی که حالا چه پسر تو رابطه باشه چه نباشه دست به دختر بشه و بیاد جلو بهش پیشنهاد آشنایی بده، دختره ممکنه اولش ناز بکنه ولی ناز یا نگفتنش مدلش اینجوریه که واسم تلاش کن در ادامه من اوکی رو به تو میدم و یا هم خیلی هاشون اصلا نمیگن و دیگه اوکی میشن با پسر رو میرن تو رابطه و هیچ وقت این راز رو به پسر نمیگن که آره من رو تو کراش بودم و اینا، میگن نه من فکرش نمیکردم با تو رابطه برم، در صورتی که بابا خود دختره بوده. یعنی ما دخترا میدونیم اصلا این فکتی که توی اینستام خیلی وایرال شده میگن دخترها با کسی وارد رابطه میشن که خودشون خواستن با اون وارد رابطه بشن. من اگر که از تو خوشم بیاد یه کاری میکنم بیای جلو، اگرم ازت خوشم نیاد درسته شاید بیام جذبت بکنم ولی اجازه نمیدم تو زندگیم بیای. بنابراین و خلاصه اگر که جواب بله بشنوید از اون دختر یعنی اون دختر هم روی شما کراش بوده و تلاشش رو کرده که شما رو به دست بیاره. اگر جواب نه بشنوید یعنی نه فقط دنبال توجه بوده و دیده که بهش محل نمیدین و دیده که خیلی رقیب زیاد داره، دخترای زیادی دیگه هم اطرافتون هستن و اومده تلاش کرده که خودش اثبات کنه میتونه به دستتون بیاره ولی حسی به شما نداره، شاید بذارتتون توی آب نمک اینجوری. و خلاصه که این که تا ویدیوی بعدی بدرود.